اولین اقدام ها بعد از یه انفجار. خیلی از مواقع میرین مصدوم و از زیر آوار میکشین بیرون و فکر میکنین که دارین بهش لطف میکنین، در حالی که خیلی از مرگ ها بعد از نجات مصدوم اتفاق میفته، نه زمانی که زیر آوار گیر کرده بوده. وقتی که یه فشار سنگین مثل آوار روی